مانند درختان نخل بلند قامتی و سینه هایت همچون خوشه های خرماست. به خود گفتم از این درخت نخل بالا خواهم رفت و شاخه هایش را خواهم گرفت. سینه هایت مانند خوشه های انگور است و نفس تو بوی دلانگیز سیب می دهد. بوسه هایت چون گواراترین شراب هاست. باشد که این شراب به محبوبم برسد و بر لبان و دهانش به ملایمت جاری شود. من از آن محبوبم هستم و محبوبم مشتاق من است. ای محبوب من، بیا تا به دشت ها برویم. شب را در دهکده‌ای به سر بریم و صبح زود برخاسته به میان تاکستان ها برویم تا ببینیم که آیا درختان انگور گل کرده و گلهایشان شکفته‌اند. ببینیم درختان انار شکوفه کرده‌اند. در آنجا من محبت خود را به تو تقدیم خواهم کرد. مهر گیاها رایحه خود را پخش می کند و نزدیک درهای ما همه نوع میوه خوشمزه‌ای وجود دارد. ای محبوب من، من تمام لذت‌های نو و کهنه را برای تو ذخیره کرده ام. ای کاش تو برادر من بودی. آنگاه هر جا تو را می دیدم و می توانستم تو را ببوسم بدون آنکه رسوا شوم. تو را به خانه مادرم می آوردم تا در آنجا به من محبت را بیاموزی. در آنجا شراب خوش‌طعم و عصاره انار خود را به تو می دادم تا بنوشی. دست چپ تو زیر سر من می بود و دست راستت مرا در آغوش می کشید. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که مزاحم عشق ما نشوید. در زیر آن درخت سیب، جایی که از مادر زاده شدی، من محبت را در دلت بیدار کردم. محبت مرا در دل خود مهر کن و مرا چون حلقه طلا به بازویت ببند تا همیشه با تو باشم. محبت مانند مرگ قدرتمند است و شعله‌اش همچون شعله‌های پرقدرت آتش با بیرحمی می‌سوزاند و نابود می‌کند.